آیتم 22 رو بریم شروع کنیم با اجازه دوستان. آیتم 22 یه آیتم خیلی ساده بود، در مورد اینترفیس هستش. عنوانش این هستش که use interfaces only to define types. منظور از define type یعنی چی؟ که مثلا اینترفیس فقط برای تایپه. ما معمولاً توی جاوا فلسفه اینترفیس اینه که برای تعریف رفتارها، یعنی همون متدها باید بهش تکیه کنیم و اینجا خودش گفته که اگر که ما بیایم برای هدف دیگه any other purpose بیایم از این استفاده کنیم، این میشه یه استفاده نامناسب. و اینجا اومده به یکی از اون آنتی پترن ها پرداخته که اسمش هست کانستنت اینترفیس. یه چیز خب اصلا جالبی هم نیست، حالا بعیدم میدونم کسی حالا استفادهش کنه، ولی خب تاکید داره که مثلا این مبحث که اصلا استفاده نشه. حالا کانستنت اینترفیس چیه؟ اینترفیسی هستش که فقط یک سری اعداد ثابت داخلش داره. ببخشید، یک سری متغیر، یعنی وریبل ثابت، حالا لزوما نباید اعداد باشه، که معمولا استاتیک و فاینال باشن. مثل همین مثالی که مثلا اینجا خودش هم زده، اومده یه اینترفیس تعریف کرده و برخلاف چیزی که حالا فلسفه اصلی اینترفیس هست، بیشتر وقتا همون تایپ برای مشخص کردن رفتاره، اومده یه سری ثابت رو اینجا گذاشته که بعد بیاد مثلا توی کلاس های بعدی که ایمپلیمنت میکنه ازش استفاده میکنه. خب اومده گفته که این یه آنتی پترن. حالا چرا؟ چند تا مشکل اصلی داره. اجازه بدین این مشکلات رو من بگم. یکی نیم اسپیس پولوشنه. نیم اسپیس پولوشن یه حالا مفهومیه که من راجبش سرچ کردم، مفهوم اورجینالش یه چیز دیگه است، ولی خب اینجا منظورش اینه که تمام اون کانستنت هایی که ما اینجا داریم به اون کلاس های فرزند میره و واردشون میشه. حتی کانستنت هایی که نمیخوایم، متغیر هایی که نمیخوایم، و حالا کلاس فرزندش هم اینا رو داره و خب این قضیه با پرایویسی هم مشکل داره. و یه مشکل دیگه که داره، این خودش الان یک ایمپلیمنتیشنه، اینکه ما اومدیم یه همچین چیزی رو مثلا همینجا تو اینترفیس ایمپلیمنت کردیم دیگه، در صورتی که ما برای اینترفیس ها باید به ابسترکشن تکیه کنیم و نه اینکه مثلا یه ایمپلیمنتیشنی باشه بعد به صورت چی میگم، واژه‌اش الان به ذهنم نمیرسه، به صورت فرم و هارد کد همینجور پاس داده بشه به کلاس های پایینی. و یه مشکل دیگه هم که داره، این خوانایی کد رو پایین میاره. حالا الان من همه اینا رو روی کد براتون توضیح میدم. الان ببینین مثلا فرض میکنیم یه شرکت اومده از این روش برای پیاده سازی روش‌های پرداختش استفاده کرده. خب و یه اینترفیس ساخته به اسم مثلا پیمنت استاتوس. خب یه سری کانستنت اینجا داره. البته یه نکته هم من بگم، توی اینجور اینترفیس ها وقتی ما نمی نویسیم، اینجور متغیرها خودشون استاتیک و فاینال هستن. یعنی چه من اینجا بنویسم چه ننویسم، این الان دقیقاً یه چیزی عین همون چیزی که اینجا مثلا توی این مثال دیدیم. اوکی، خب اومده این اینترفیس رو تعریف کرده، بعد اومده توی این کلاسه اینو پیاده سازی کرده. ما حالا مثلا فرض میکنیم یه سری متد و اینها و یه سری نیازمندی های دیگه هم توی این کلاسه داره و خب داره مثلا از یکی از این کانستنت ها استفاده میکنه، یا حالا همش فرقی نمیکنه. خب حالا مشکلی که پیش میاد، مثلا شرکت میاد چند سال دیگه یک کلاس دیگه اضافه میکنه برای گزارشگیری
پروسس های پرداختش. خب بعد اتفاقی که میفته این کلاس به این یکی ترانزکشن پروسسور وابسته است. خب میاد از این ارث‌بری میکنه. بعد حالا اتفاقی که میفته تمام این کانستنت ها هم میان وارد این کلاس میشن، در صورتی که این کلاس اصلا شاید اینا رو نمیخواسته، خیلی کاملا به صورت غیر ضروری این اومده وارد این کلاسه شده. این یکی از همون جاهاییه که پرایوسی رو داره زیر سوال میبره. و اینکه پرایوسی رو که گفتم و یه مشکل دیگه هم که پیش میاد، شاید اصلا یه جایی مثلا شرکت به این کلاس دیگه نیاز نداشته باشه، بیاد یه کلاس مدرن‌تر استفاده کنه، بخواد استفاده کنه، ولی به خاطر مشکل تایت کاپلینگ که اینجا پیش اومده نمیتونه این کارو کنه، چون یه کاپلینگ خیلی وابستگی شدید بین الان این سه تا کلاس و توی این هایرارکی ایجاد شده که هیچ کاریش نمیشه کرد. پس برای همین ما گفتیم که این قضیه، البته ببخشید من اینو بکنم یادم رفته توی پاورپوینت بیارم، این مینتیننس و توسعه کد رو خیلی سخت میکنه، با مشکل روبرو میکنه. و یه مشکل دیگه که داره خوانایی و فهم کد رو سخت میکنه. مثلا یه نفر وارد شرکت میشه، از اونجایی که دیدگاه ما اینه که توی کلاس‌های پایینی باید اون موارد اینترفیس هایی که وابسته هست رو پیاده سازی کنیم، دیولپر فکر میکنه الان باید بیاد مثلا همه اینا رو پیاده سازی کنه یا ازشون استفاده کنه، در صورتی که اصلا یه چیز غیر ضروری بوده و اصلا کاری باهاش نداشتیم. پس اینا مشکلاتی بود که این روش داره کانستنت اینترفیس ها. حالا چیکار باید کنیم؟ کتاب اومده 2 تا راه رو معرفی کرده، یکی اینامز و یکی یوتیلیتی کلاس، که حالا این 2 تا رو توضیح میدم. یوتیلیتی کلاس چیه؟ خیلی ساده، به جای اینکه ما بیایم اینترفیس تعریف کنیم و تمام اون مشکلاتی که حالا گفتم پیش بیاد، میاد به جای اینترفیس یه دونه کلاس تعریف میکنه اینجا، که توی اون کلاس فقط ما یه سری متغیر استاتیک فاینال داریم، یعنی همین رو اونجا عین همون اینترفیس رو داریم، ولی این دفعه دیگه توی اینترفیس نداریم که اون مشکلات رو ایجاد بشه. صدای من هستش؟ بله بله. خب خدا رو شکر، لحظه بگم صدام. خب الان مثلا اینو من مثالش رو به شما نشون بدم. به جای اینکه مثلا بیاد پیمنت استاتوس رو اینترفیس کنه، اومده اینا رو داخل یه همچین کلاسی تعریف کرده. البته اینجا دیگه حتما اجباریه که بیان این پابلیک استاتیک رو بذاریم و دیگه اینجوری اون کانستنت هایی که میخوایم رو میتونیم با ارث‌بری یا ببخشید اصلا حتی بدون ارث‌بری، نکتهش همینه، بدون ارث‌بری ازش استفاده کنیم، چون اون ثابت هایی که استاتیک هستن رو و لازممون میشه جاهای دیگه پروژه اومده جمع کرده یه جای دیگه، به جای اینکه بیاد هایرارکی رو مثلا به هم بریزه یا اینکه یه سری کلاس ها یا اینترفیس ها رو بی مورد به هم تایت کاپلینگ براشون پیش بیاره. و اینکه یه مورد دیگه هم که هستش، جایگزین این میتونیم اینام هم استفاده کنیم. البته یه فرقی که دارن اینا معمولا برای متغیرهایی استفاده میشه که در یک دسته‌بندی یا حالا یه دسته‌بندی خاصی دارن به هم مرتبطن و خیلی هم کد خواناتره و توی اینجور موارد همین اینام توصیه میشه. اما یه وقت ما یه سری کانستنت هایی داریم که آنچنان ربطی هم به هم ندارن و خب مثلا پخشن
نمیتونیم مثلا مثل اینا به همه ارتباطشون بدیم یا دسته‌بندیشون کنیم، اون موقع میایم از همین روش یوتیلیتی کلاس استفاده میکنیم. بعد همین بود اصل ارائه من، یعنی قضیه به همین سادگی بود. فقط داره توصیه میکنه که از این آنتی پترن کانستنت اینترفیس استفاده نکنیم، خیلی تاکید کرده. و اینکه حالا لابلاش اومده توی مثال‌ها یه مورد دیگر هم گفته که البته همه میدونن آشنان، برخلاف من گفت در مورد آندرسکور کرکتر هم یه توضیحی داده، اومده مثلا حالا به خاطر مثال هایی که هستش توجه ما رو جلب کنه، حواسمون باشی که این چیه. و توصیه میکنه که اگر که از 5 رقم بیشتر اعداد ما فرقی نمیکنه، حالا چه حالت اینتیجر چه دابل فلوت اینجور چیزا، یعنی چه اینجوری باشه مثلا ممیز داشته باشه چه نه، ما بیایم از اینها استفاده کنیم. و اینکه این آندرسکور کرکتر تأثیری توی ولیوی این نمیذاره، یعنی این عدد هیچ فرقی نمیکنه با وجود این کاراکتر وسطش، ولی خوانایی رو خیلی بالا میبره. توصیه کرده حتما استفاده بشه. و اینکه همین دیگه، فقط گفته 3 تا هم جدا کنیم. بعد دیگه اصل مطالب همین بود و ممنون که ببخشید اگر که خوب ارائه ندادم. مرسی به من گوش دادین. شما دستتون درد نکنه. ممنون. تشکر. راجب اون و آندرسکورایی که گفتید منم یه نکته کوچولویی اضافه کنم چون شبیه و مربوط به اونه. اینو بگم که اینو تو ذهن بچه‌ها یک جا باشه. وقتی که ما یه لانگ رو داریم تعریف میکنیم یه ال هم باید آخرش بذاریم. اونجا هم توصیه میشه که از ال کوچیک استفاده نکنید چون که ممکنه اون با عدد 1 اشتباه گرفته بشه و از ال بزرگ استفاده کنید. میبینید نکات کوچیک یعنی چیزای خاصی هم نیستن ولی مجموع اینا رو آدم استفاده کنه خیلی بهتر میشه. علی راجع به این ارائه تو نکته‌ای نداری اضافه کنی با توجه اینکه تو بکاپ این ارائه بودی؟ نکته خاصی نیست. یه تشکر کنم اول از هما، مرسی از ارائهت. فقط همون چیزایی که گفت هست. داستان از این قراره که فکر نکنم همونطور که خود هما هم گفت کسی از اینترفیس استفاده کنه واسه چه این چیزی، ولی من خودم دیدم راستش توی کدا واقعا دیدم. و اینکه یه نکته دیگه هم بگم، حالا این مثال کتاب بود که هما گفت ولی فکر نکنم حداقل اونجایی که من دیدم نیومده بودن ازش ارث بری کنن. حالا تو کتاب این کارو کرده بود چون وقتی ارث بری نکنی مثلا همون کلاس یوتیلیتیه که تعریف شده، حالا توی کتاب هم دقیقا اینطوری گفته که آقا مثلا زمانی که یه چیز منسجم دارین اون میتونید این نامه رو داستان کنید، اگه نمیتونید از یوتیلیتی استفاده کنید که من خودم راستش قبلا هم گفتم با یوتیلیتی و این چیزا مخالفم. حالا فقط یه نکته رو اینجا باید اضافه کنم، اینه که اگر میخواین اکستندبل باشه خب نمیتونید از این نامه استفاده کنید زمانی که ریلیت باشن با هم، مثل حالا استیتسی که توی کدای هما بود، یعنی ریلیشن داشتن یکی بودن ولی خیلی زیاد بود و شما میخواستین ارث بری کنید، اونجا واسه توسعه بهتر میتونید از اینا هم استفاده نکنید و یه کلاسی که حالا نمیدونم اسمش هر چیزی به غیر از یوتیلیتی میتونید بذارید واسه اینکه در واقع بتونید راحت‌تر توسعه بدید. همین. و یه نکته دیگه هم بگم واسه این داستان اینترفیس، خب اینه که شما اگه این کارو کنید بکوارد کامپتیبیلیتی تون هم نابود میشه دیگه، یعنی واسه توسعه دادن ورژن جدید. همین. مرسی از همگی. این تیکه آخر رو میشه بگی یعنی چی؟ منظورت چیه؟ چجوری بکوارد کامپتیبیلیتی خراب میشه؟ آره توی کدها شکلی که گفته بود استفاده کنیم. آره به خاطر اینکه توی هما یه لحظه کدتو میشه بیاری؟ مرسی. بله. مرسی. خب یه کجا؟ کلاس داشتیم که فکر کنم ترانزکشن پروسس بود. آره این قسمت رو که نگاه کنی این بود توی پیمنت که اومده بودی اکستند کرده. اگر الان این کلاس حذف شه دیگه نمیتونیم، یعنی اصلا نمیشه. دیگه میره تو دیوار. خلاصه داستان شد. خواهش میکنم.
مرسی از همگی که به من گوش